چون که قول دادم بعد از سروش جمشیدی بیام سراغ مانی رهنما، اومدم سراغ مانی و صدای ماندگار و دوست داشتنی مانی واقعا اون زمانی که اون سریاله پخش میشد شما میگفتی آی آدم ها، واقعا عالی بود و من احساس خیلی خوب پیدا میکردم وقتی این آهنگ گوش میدادم. مانی رهنما قدش خیلی بلنده، پاشنه کرد شد بلنده. آره واقعا پاشنه خورده بیام تازه با بلندی هم که میکنم نمیرسم به مانی. خیلی خوشگل و خوشتیپ هستی و صدات هم عالیه. چه احساسی داری از اینکه موهات اینقدر پر و خوبه؟ هیچ احساس بدی دارم چون برای درست کردن مثلا همین صاف و صوف کردنش کلی باید وقت بذارم. میتونم منم دست بزنم؟ بزن. چه احساسیه واقعا دست به موهای مانی زدن. لذت میبری از اینکه مو داری، درسته؟ نه عزیزم، دل منو نسوزونی. نه هر چیزی، هر چیزی که انسان هست همون یه خوبی جنبه. خواستی بری سربازی تراشیدی موهاتو، دلت اومد اصلا بتراشی موهاتو؟ تراشوندن برام. تراشوندن. اصلا سربازی رفتی؟ بله 26 ماه. 26 ماه. چون که منطقه‌ام غیبت داشته، فرار کرده. آره اضافه خدمت خوردی. چی شد؟ شیطونی کردی، شلوغی کردی اونجا، تیر هوایی زدی، اشتباه کاری کردی. خب